خواهش میکنم التماس میکنم دشنام نکنه از پشت مثال گپ از پس من اسم شریف ایپاس اسم شریف من یا ایپاس من بابو لنگر یک از گپ دشنام نکنه والله قسم روز قیامت در این دشنامای خودتون در این حقارتای خودتون جواب گفتن نمیتونه ای برادرو یگان تایما آلی سری پلی سیرات نگذاشتیم یگان تایما مرگ یعنی جان نسپردگی شما از قصه حضرت ادریس با خبره که مقصد حضرت عزرائیل قدش رفت اومد بود مقصد دوستی داشتن با خواست پروردگار برای که مهنت کش بود مهنت کار بود اما با خواست پروردگار گفت که از الله طلب که جانی من بگیره و دوباره جان بتیا ببین پیغمبره که حضرت عزرائیل جان شم میگیره با خواست پروردگار میگه یا الله مقصد همی بنده دعا کرده به دوباره جانش برقرار کنیم وقتی جان برقرار منه حضرت ادریس میگه تو سختی جان به من بگو میگه مثل حیوان گوسفندی که پوچکش میکنی لی مقصد زنده به زنده قریب 1000 مراتبه زیاد درد سخت است الله شاید نه من نه شما این درد حس کرده حتی تصور کردنش قین است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که شما میکرد جان میسپارید حضرت فاطمه دخترش در بر ششتگی بود چقدر درد سخت میکشید گفت که پدر من عذاب کشیده شده گفت که بعد این سنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرف دخترش گفت بعدی پدر دیگه عذاب نمیکشه یعنی که در این معلوم میشه که مرگ چقدر سخت است روز قیامت از گناه یک کس دیگه تر نمیپرسن از عملای خودت میپرسن ای وای میبرورا ای ماشینیک ای شیطان ایش ماشینیک آخه یک بار همین گریبان خود ما ببینید چقدر گناه داریم همین یک سحر بامداد بی نمازی خودمون والله قسم ما جواب گفتن نمیتونیم چقدر ما مقصد بینماز یک نماز ما پراپوسکت کردیم یک بینمازی خود در یک ماه چند بار نماز پراپوسکت می‌کنیم چند بار نماز ما قضا میکنیم هم یه تصور کرده شده بچه تو انا این ماشینیک ایش حرام خور ایش دوز ایش حرام خور ای دا فلان جو فلانی فان کرد فلانی دا فلان دا حج مردم فان کرد نکنه ملاش هم گابزان شده نوملاش هم گابزان شده ای برادرو والله من نصیحت کنه نیستم محتاج نصیحتم نکنه الله میگه ستر کنه تا روز قیامت من گناهاتون ستر کنم کی بیگناه هست در همین دنیا کی بیگناه یک از دزدی کرد یک از زنا کرد یک از دروغگویی کرد یک از حقارت کرد گناههای گوناگون در همین قیامت در همین دنیای دروزه میکنیم هر کس اینه در همین قبر کندن این همین مثال گم این همین قبری من کندن من مردم خدا اکو عمرم درست کن اما همه میمبره وقتی که هوچ میکنی همین تابوت با پیش قبر میورن وقتی کفن میگیره 4-5 کس مثال میگیم 4-5 کس همون مردت میبردارن ای بچه در قبر مونن در درنی قبر چی میمونن قطعی تو فقط عمل میمونه بد کرده باشی بد میگیری نیک کرده باشی نیک از برای خدا نکنی والله این همجه شما کامنتر نویسه شده شما همجه الحمدلله 99% مسلمان هستید توگری شما باور داره که پروردگار در کتف چپ و راست ملائکه ها مانده است که گناه های ما را بنویسه توگری گرچند که از عمل های ما پروردگار چی است با خبر خودش الله میگه از رگ چی گردن تو به شما من نزدیکترم به قلبت اما به همه این نگاه نکرده با ملائکه ها خیال روز قیامت این چلیکا و چشمای تو کار میآیند والله مینویسه گناه شما را زنا ما مینویسه دزدی ما مینویسه دروغگو غیبت ما مینویسه نکنی نه تنها ما تاجیکی ما مسلمانیم باوری داریم به قیامت در یوتیوب میدره ایگه کریس موندیان وای ماشینیک ایش حرام خور ایش دز الله شاید ای بای ای تاجیک پس زده شده ما از روی هم پس زنیم و بخارا و سمرقند از دست دادیم رودکی زدیم چشماش کور کردیم ابو علی ابن سینا از مکانش بیرون کردیم این قدر پس زنی بس است ای به خاطری خدا ای دوستان من تاجیکی خودتونم من نمیگم من دشمنم نکنی چند قی میکنی نیک روز قیامت جواب میده من به یگان تا شما رو ندیده شدم یعنی که همچون یک انسان من شما میدونم که تماشا داره شاید این همجا قریب 500 کس من تماشا داره در زی 500 کس زی هر یک تلفن 2-3 کسی شته باشه شاید این 1000 کس من نگاه داره نو شما بدونید همون که تیپای همون 1000 نفر اگر 1000 کس دیده باشه 2000 ملائکه شتنگه نصیحت نکرده شدم من گفته شدم میگم برای زی بهر همین چی تجربه روزگار بهره بگی من از تجربه روزگار گفته شدم ما در یک ماه چند مرده روی میکنیم تاجیکستان همه مرد چی میبره قطیش
بیچاره مهاجر میزنه خدا جونش میگیره همینجا با پدر و مادر روی میکنن مردش روی میکنن زن و فرزند جوجا صغیره. بچه از برای خدا بس کنی. ای برادر توجیکیم والله نتمنى دشنام کریم مشینی گفتی چی دلت خنک شید. اما تو بدون کتابی خطا در روز قیامت وقتی روز محشر 50,000 سال به دست 50,000 سال فقط پرس و پرس میره و توغری افیگر که یک روز قیامت 1000 سال ای دنیا میشوه. تو ببین چقدر ضرب بزن چقدر تو عذاب میکشی در قیامت در دست تو عملات میسپارن. عملی خوب کردید بهشت عملی بد کردید دوزخ. ابا چه ایرو یا بابا جان ایرو یا لنگری ایرو یا اسم شریف ایرو یک دیگر نکنی. من نصیحتگر نیستم دوستان عزیز والله قسم من مسلمانم الحمدلله نو توجیکم. شما باین خود دشنام کامنتر بعض ویدیوها میدونی ایش مادری باشه و ایش مادریش شما کار دیگه نداری. الله شاید هم یک خیلتا بکن در کسات 5,000 نمیوی. ترا همجا مادر پدرت در سین سال یوشید روی کرده گیجو مسکو یک یگان شهر دولت که کار که با خونت روی کسون صاحبی 4 سو میشود در اینجا کورچه سمزدشی تا اینجا میزنه و رزبور شو در دیسکتیکا. اما چه نکنی توجیکیم در همه ایروپورت ها عذاب خودمون ندیده سوده کو همه دولت گذشته است عذاب توجیک کشته است. ایرو که ایرو بعض این بچه‌های خودمون من همه را در نظر ندارم با بگای قشلوق اومده با بگیری منتش شانتاش کنی نو توجیک میبینیم نکنی. وقتی من ویدیو کردم که مردم اسپاند نبیاره یعنی اسپاند یعنی نه تنها من چند بلوگ یعنی که طبق قانون دولت روسیه اسپاند آوردن معنی هست. خیلی این ما میگیم دودش میکنیم این سوسی میگیم سیگاریتش میگیریم کاغذ هم میپیچونیم در تاجیکستان میکشیم اما در روسیه معنی هست. برادر زن روان کردن ای تاجیکستان این کاغذ اسپاند روی کردن الله شاید که 12 سال دادیانش. اول گفتن 6 بعد گفتن سرش میدیم حاضر 12 من قطعا برادر دستی ازم 12 سال برای اسپان نبیاری خواهر و مادر و شفا را الله میتیم جست انالگین دومیدرول بسم الله بگو بخور اما شفا را از الله طلب کن همین تبلیت سبب میشود. میدونم ما هممون اعتقاد داریم با اسپاند با مقصد همین چیزای الفبای تاجیکی نو اجازه نیست. وقتی میگوی اپعد ایتا نصیحتگر شده وقتی در مشکلی میزنه بعد یا که این همون کارشرینگی پدر نعلت بچه ها 2 روزی پروا را گرفتیان میبینی کارشرینگ میجخه ماشین اسم میگه ماشینی پدر شای اوس میجخش میزنش بعد فلانی بده و اکمانا این قدر کردن حاضر پرسنن بخدا همین پیغمبر کی تولد شده نمیدونی پرسنت امو اسماعیل سامانی کی تولد شده دولت سامانیان چند سال تشکیل شد همین چیزا را نمیدونیم. چقدر صحابه بود چقدر صحابه ها جان دادن برای ما. تاریخ اسلام دعای قنوت برای همین چی سیر کسلات ویتر واجب ما نمیدونیم اتحیات اساس خوندن نمیتونیم فقط در دهن دشنامه اینه بی دشنام کرده نوشته که بابا جان در فلانی در سر فلانی پروردگار همون اولو تخاق کنه که ینگه چکنه پیش همسایه بروه بدبخت به هم خاطر نکنه در درنی مسجد اولی میگه مسجدی پرسپیگ میره بستن یعنی شوا راه نمیتین اتاق 24 ساعته بود خالی نهوی میکردن در پیش من ملت خدمت پس نداده سودم نمیدونم در اونجا کدوم ملت بود اما میگن تاجیکا بسیار ناس میکشن خالی نهوج میکنن تای خالی پل نی ساوزه در همون درنی خالی توپ کردن ناس در راه ناس در درنی بازار ناس بعضی جاش دزدی میکنن میگه کافرا را دزدیدن در کردگی جا روز قیامت از ایمان طلب میکنن. نکنه بخدو دشنام جزیر حرام روز بابای حاجی میرزا ویدیو کرده میبینم 30 چند تا لایک گرفته در دوام 5 روز یک تا همون خاک نماش نگیرن با جمانتاژ شانتاژ نکنن این قشای ترکیه قد دخترو شاپیده است لایک ها رو میبینید 3,000 من لایک نمونه نه همون شخصایی که نصیحت میکنن حدیث میگن آیت میگن مقصد ملاها را در نظر دارم عالمای خودمون خواهش میکنم همه رو دستگیری شو کنید. ببینید اشانی نوردین جان حاجی میرزا اشانی سراج‌الدین مقصد داملا اکبر جان خیلی همین داملا ها بسیار 3-4 تا عالمی بر شمار مانده 3-4 تایی مانده الله شاید خداوند امرشون دراز کنه. پس ایسر اینها ما عالمی باوری نداریم که قلبی ما را آرام کنه با فتواش یگان مسئله طلاق مسئله یگان دیگه عالم نمیویم 3-4 کسی هست به خاطر خدا قدر اینا رو بدونه
سه چهار عالم هسته قدرشون بدونی خوب و گنده دامولا عبدالرحیم دیگروش یا خدمت خودشون در اسلام از 2011 یونو تا 14 16 کردن. اینها خدمت خودشون در اسلام و در تاجیکا کردن. بعضی مو در تویامو اگر عرق نمیشید او توی نبود. الحمدلله همه ایچ زورا ما دیدیم ای برادر سه چهار عالم مونده، همون عالم ها از خانه یگان تماسم طلب نکرده، اما دستگیری کنی در حقش دعا کنی. در کامنتاری داملوه من بنده داملوه کار متاسفانه میگن ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمیداره. من از اسلام متاسفانه خبر ندارم، 10 12 سوره میدونم، اما میدونه همون یک ملا یا نمیدونم بنا ملا موندگی ده همه حاجی مرزا را کریس مونده، ایشون نوردین داملو حکمت الله را همه را کریس مونده. ده تا همه حضرت جان ماشاءالله میگو یزنه شای او یا حاجی مرزا ایش طاغوت پرست یک چیزای نویسه زدن تاجیکی خود مونای. او بدبختی که گپ زیسه پس اکرام وای وجود نداره در یگان جا، وای در یگان جا وجود نداره، یگان کسی این ندیده است. شاید وای یک یهوده، من گفتم گمانی بد نکنم، شاید یک یهودی که میخواد بین مسلمان ها و داملا ها و عالم ها جنگ بدوزد، همونجا تاجیک نویسه شده.